با افتخار سال معرفت حقوقی در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر ترسونزاده کنفرانسی علمی نظریوی تحت عنوان معرفت حقوقی شهروندان اساس تحکیم دولت حقوق بنیاد برگزار گردید. در کار کنفرانس نمایندگان مقامات سودی، پروکراتور، ثبت اسناد حالت شهروندی، راهبریت کالج‌های در شهر موجود بوده و آموزگاران و دانشجویان اشتراک نمودند. قید گردید که معرفت بلند حقوقی این رعایت با شعورانه معیارهای قانون و اطاعت به قانون می باشد. نفرانی که دارای معرفت بلند حقوقی هستند در حل مسائل اجتماعی فعالانه اشتراک می نمایند. اینچنین مورد تطبیق عمل قرار گرفتن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و دیگر قانون‌های عمل کننده مملکت توانست که به زندگی آباد و آسوده و پیشرفت هر یک ساکن کشور زمینه مساعد فراهم آورد. با افتخار 30 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اعلام گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی جهت بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان و ترغیب ارزش‌های دموکراتی زمینه فراهم می‌آورد. زیرا موجودیت سطح بلند معرفت حقوقی شهروندان با بنیاد دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی، اجتماعی و یگانه مساعدت نموده در آن نه تنها به ارزش‌های حقوقی بلکه به ارزش‌های اخلاقی نیز احترام گذاشته می‌شود. ضمناً ذکر گردید که ارزش‌های حقوقی ارزش‌هایی هستند که در قانون کاملاً یا قسماً تجسم یافته و آنها آزادی، عدالت، برابری، کمک متقابل داخل می‌شوند. عین زمان مهمترین ارزش‌های دموکراتی برای شهروندان تاجیکستان آزادی، حقوق انسان و صلح و ثبات دولت میباشد. ارزش‌های حقوقی و دموکراتی در شرایط ولایت قانون با مضمون نو پر شده‌اند، زیرا پدیده حقوقی وابسته به تغییریابی شرایط اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژی میتواند رشد یابد. در فرجام کنفرانس در موضوعهای مختلف مبادله افکار صورت گرفت.